ببینید الله تعالی با کلیم خودش حضرت موسی علیه السلام یه گفتگویی داشت. خب یه سوال ازش کرد، و ما تلک به یمینک یا موسی، تو دست چیه موسی؟ خب جواب یه کلمه بیشتر نبود، قال هی عصای، خدا عصای منه. اما جمله شو ادامه داد ادامه داد ادامه داد ادامه داد. اتوکل علیها و احش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. مفسرین میگن چرا داشت هی کش میداد، هی داشت جمله‌اش طولانی میکرد، هی داشت بیشتر توضیح میداد؟ خدا که همه توضیح ازش نخواسته بود. اصلا خدا بهش گفته بود این عصا چه کاربردی داره، این عصا چه فایده‌ای داره و این عصا اصلا چرا تو دستته. سوال این نبود، سوال یه چیز بود، تو دستت چیه؟ و جوابش هم یک کلمه بود، چی؟ عصا. چرا حضرت موسی علیه السلام داره کش میده؟ چرا ای داره گفتگو رو طولانی میکنه؟ چون همکلامی با محبوب شیرینه، چون حرف زدن با ذات الله تعالی لذت بخشه. و حضرت موسی علیه السلام داشت رو هی کش میداد، هی طولانی ترش میکرد تا اینکه چه؟ با خدا بیشتر حرف بزنه. این نشان عاشق از همکلامی با محبوبش، از همکلامی با مطلوبش لذت میبره، کیف میکنه.